بیشتر مردم وقتی نام قیام مختار ثقفی رو میشنوند، یاد یک داستان مذهبی آشنا میافتند. مردی که برای خونخواهی شهدای کربلا برخاست، قاتلان را یکی یکی پیدا کرد و آنها را به سزای اعمالشان رساند. این روایتی است که قرنها در کتاب‌های مکتوب تکرار شده است. اما اگر تاریخ را نه از روی منبرهای رسمی، بلکه از لابلای خطوط خونین و خاک گرفته تاریخ تبری و انساب الاشراف بلازری بخوانید، با یک واقعیت هولناک و پنهان روبرو می‌شوید. واقعیتی که نشان می‌دهد قیام مختار پوشش سیاسی یک انتقام‌جویی بسیار بزرگتر، قدیمی‌تر و ملی بود. به کوفه سال 66 هجری بروید. شهری پر از نفاق، ثروت و کینه. در میان سپاه مختار لشکری حضور داشت که اعراب کوفه با وحشت و انزجار آنها را جندالحمرا یا سپاه سرخ می‌نامیدند. لشکر موالی یا همان ایرانیان. آنها به زبان فارسی صحبت می‌کردند. تاکتیک‌های جنگی ارتش باستانی ساسانی را به کار می‌بستند و گوش به فرمان سرداری به نام کیسان، معروف به ابو عمره بودند. اما راز مخوف اینجاست. اشراف، فرماندگان و رؤسای قبایلی که در آن چند ماه خونین در کوفه به دست گارد ایرانی مختار سلاخی شدند، سوزنده شدند یا خانه‌هایشان با خاک یکسان شد، فقط قاتلان کربلا نبودند. آنها دقیقاً همان جنرال‌ها و سربازانی بودند که 30 سال قبل در نبرد قادسیه و جلولا ارتش ایران را شکست داده بودند، مداین را غارت کرده بودند، زنان و دختران اشراف ساسانی را به عنوان کنیز به بازارهای کوفه آورده بودند و کاخ سفید خسرو پرویز را آتش زده بودند. امروز در دیروزنامه می‌خواهیم پرده از این جنگ پنهان برداریم. می‌خواهیم ببینیم چطور بازماندگان ارتش ایران باستان از فرصت جنگ داخلی اعراب استفاده کردند تا انتقام سخت سقوط تیسفون را در دل کوفه بگیرند. این پرونده زاویه‌ای از تاریخ است که شاید تا به حال جرأت باز کردنش را در رسانه‌ها نداشتند. اگر شما هم به افشای این رازهای مکتوم و تحلیل‌های بدون سانسور علاقه دارید، همین حالا با زدن دکمه سابسکرایب به خانواده دیروزنامه بپیوندید. لایک شما در همین ثانیه‌های اول به الگوریتم یوتیوب می‌فهماند که این مستند سنگین باید به دست مخاطبان واقعیش برسد. ساب کنید تا داستان انتقام تیسفون را تا انتها بشنوید. برای فهمیدن اینکه چرا کوفه در سال 66 هجری به مسلخ اشراف عرب تبدیل شد، باید چرخ زمان را کمی به عقب برگردانیم. به سال 16 هجری، یعنی دقیقاً نیم قرن قبل از قیام مختار. زمانی که ارتش مسلمانان پس از نبرد سهمگین قادسیه به دیوارهای مدائن و پایتخت افسانه‌ای ساسانیان یعنی تیسفون رسید. یزدگرد سوم فرار کرده بود و شهر بی‌دفاع مانده بود. فاتحان به شهری وارد شدند که ثروتمندترین پایتخت دنیای باستان بود. غنایمی که از تیسفون غارت شد، عقل هر بیننده‌ای را می‌ربود. فرش بهارستان را تکه تکه کردند. تاکه‌های مرصع پادشاهان را شکستند و خزانه‌های طلا را بار شترها کردند. اما دردناکترین بخش برای ایرانیان غارت اموال نبود، اسارت انسان‌ها بود. هزاران زن، دختر و کودک از خانواده‌های نجیب و با اصالت ایرانی به عنوان اسیر و غنیمت جنگی میان قبایل عرب تقسیم شدند. این اسرا به کوفه، پادگان شهری که تازه در حال شکل گیری بود، منتقل شدند. اعراب کوفه به این جمعیت عظیم ایرانی که حالا مجبور بودند به عنوان خدمتکار، کارگر یا برده زندگی کنند، میگفتند موالی، یعنی وابستگان
کسانی که شهروند درجه دوم هستند و حق ندارند بدون اجازه اربابان عرب خود کاری کنند. حق ندارند سوار بر اسب شوند. حق ندارند در صف اول نماز بایستند و حتی اگر کشته شوند، دیه آنها نصف یک عرب است. در میان این موالی، تعداد زیادی از سربازان و افسران قد پایین ارتش ساسانی حضور داشتند. کسانی که هنر جنگیدن، کار با شمشیرهای بلند و استراتژی نظامی را در دژهای باستانی ایران آموخته بودند. آنها در ظاهر تسلیم شده بودند. نامهای خود را تغییر داده بودند و به زبان جدید تکلم می کردند. اما در خلوت خود، در کوچه های تاریک محله های ایرانی نشین کوفه، کینه غارت تیزفون و حقارت اسارت خانواده هایشان را نسل به نسل منتقل می کردند. آنها منتظر یک شکاف بودند، یک روزنه در قدرت فاتحان تا شمشیرهای پنهان شدهشان را بیرون بکشند. کوفه در سالهای دهه 60 هجری دیگر آن پادگان شهر ساده عهد عمر ابن خطاب نبود. این شهر به یک کلان شهر شلوغ، ثروتمند، اما از نظر اجتماعی به شدت دو قطبی تبدیل شده بود. از یک طرف اشراف قبایلی عرب مثل کندی‌ها، تمیمی‌ها و اسدی‌ها بودند که بر روی تلی از ثروت و غنایم جنگ ایران و روم نشسته بودند و کاخهای مجلل ساخته بودند. از طرف دیگر جمعیت موالی ایرانی که حالا تعدادشان بر اساس برخی اسناد بیش از نیمی از جمعیت شهر را تشکیل میداد، اما از تمام حقوق اجتماعی محروم بودند. این انبار باروت فقط نیاز به یک جرقه داشت. پس از واقعه کربلا در سال 61 هجری و متعاقب آن مرگ یزید ابن معاویه، خلافت اسلامی دچار یک جنگ داخلی همه جانبه شد. امویان در شام، عبدالله ابن زبیر در مکه و حجاز و خوارج در بیابانها به جان هم افتادند. سیستم مرکزی قدرت فلج شده بود. در این میان مردی به نام مختار ابن ابی عبید ثقفی وارد کوفه شد. مختار یک سیاستمدار نابغه و یک فرصت شناس بی‌نظیر بود. او متوجه شد که برای سرنگون کردن اشراف قدرتمند کوفه و به دست گرفتن حکومت نمیتواند به اعراب متزلزل و خیانتکار کوفه تکیه کند. همان کسانی که روزی علی ابن ابی طالب را تنها گذاشتند و روز دیگر حسن ابن علی را مجروح کردند و در نهایت مسلم ابن عقیل و حسین ابن علی را به مسلخ فرستادند. مختار چشمش را به محله‌های ایرانی نشین کوفه دوخت. او شعاری داد که تا قبل از آن هیچ حاکم عربی جرأت زبان آوردنش را نداشت. برابری کامل میان عرب و عجم. مختار اعلام کرد که از این پس ایرانیان در غنایم، حقوق و منصب‌های نظامی با اعراب برابرند. این همان روزنه‌ای بود که افسران پنهان ساسانی و موالی تشنه انتقام 50 سال برایش صبر کرده بودند. وقتی ایرانیان به دعوت مختار لبیک گفتند، نیاز به یک نماد، یک لیدر و یک فرمانده داشتند که زبان و درد آنها را بفهمند. این مرد در تاریخ به نام ابو عمرو کیسان ثبت شده است. همان شخصیتی که در ادبیات عامه و سریال‌ها به نام کیان ایرانی می‌شناسیم. کیسان یک موالی ایرانی بود که از نبوغ نظامی فوق‌العاده‌ای بهره می‌برد. مختار او را به عنوان رئیس گارد حفاظت خود و فرمانده پلیس کوفه 6 شرطه انتخاب کرد. این انتصاب بزرگترین ضربه و توهین به غرور اشراف عرب کوفه بود. مردی از جنس عجم، کسی که تا دیروز حق نداشت در پیاده رو از کنار یک عرب رد شود، حالا صاحب شمشیر، قانون و قدرت مطلق نظامی در پایتخت عراق شده بود. کیسان بلافاصله دست به تشکیل یک نیروی نظامی ویژه زد. اعراب به این نیرو می گفتند جند الحمرا یا سپاه سرخ، چون ایرانیان پوستی روشن‌تر داشتند یا به این دلیل که لباسها و زره‌هایشان با رنگ‌های تیره و سرخ متمایز بود.
ارتش کیسان کاملاً ایرانی بود. زبان رسمی این پادگان نظامی نه عربی بلکه زبان فارسی بود. دینوری در کتاب الاخبار و طوال می نویسد وقتی در لشکرگاه مختار قدم می زدی جز زبان فارسی هیچ زبانی به گوش نمی رسید. این یعنی یک جزیره قدرتمند ایرانی در دل جهان عرب شکل گرفته بود. اما گارد جاویدان کیسان به دنبال چه بود؟ آنها برای مختار می جنگیدند یا مختار پوششی بود برای هدفی که خود مختار هم از عمق آن خبر نداشت؟ تصور کنید در شهری مثل کوفه بعد از سالها تحقیر ناگهان ورق برمیگردد و ارتش فارسی زبان کنترل شهر را دست میگیرد. به نظر شما مختار واقعاً به برابری انسانها اعتقاد داشت یا فقط میخواست از قدرت جنگاوری ایرانیها برای رسیدن به اهداف خودش استفاده کند؟ نظراتتان را همین حالا در بخش کامنت های دیروزنامه بنویسید. کامنت های شما به ما انرژی میدهد تا این کالبد شکافی های تاریخی را با جزئیات بیشتری جلو ببریم. در سال 66 هجری پس از اینکه مختار توانست شورش اشراف عرب کوفه را در نبرد جبانت السبیع سرکوب کند، دستور نهایی صادر شد: پاکسازی قاتلان کربلا و دشمنان حکومت. اما این دستور در دستان کیسان و گارد ایرانیش تبدیل به یک لیست سیاه برای تسویه حساب تاریخی شد. بیایید به نامها و هویت‌های کسانی که به دست گارد کیسان کشته شدند نگاه کنیم. تاریخ به ما میگوید افرادی مثل شمر ابن زدجوشن، خلی ابن یزید اصبهی، عمر ابن سعد و حکیم ابن طفیل نابود شدند. بله، اینها مستقیما در فاجعه کربلا دست داشتند. اما پشت سر این نامهای مشهور یک لیست 1000 نفره از اشراف کوفه وجود داشت که به صورت سیستماتیک توسط گارد سرخ ایرانی شکار شدند. کیسان روشی مخوف برای پاکسازی داشت. او به همراه سربازانش شبانه به کاخها و خانه‌های اشراف عرب هجوم می‌برد. روش کار این گونه بود: خانه‌های آنها را محاصره می‌کردند، مردان جنگجو را از دم تیغ می‌گذراندند، اموالشان را به عنوان غنیمت تصاحب می‌کردند و در نهایت خانه‌های بزرگشان را با مواد آتش‌زا به خاکستر تبدیل می‌کردند. ابن اسیر در الکامل می‌نویسد کیسان چنان وحشتی در دل اعراب کوفه انداخته بود که هرگاه مردی از اشراف می‌دید که ابو عمره با گاردش در کوچه حرکت می‌کند، وصیت‌نامه خود را می‌نوشت. اعراب شکایت پیش مختار بردند و گفتند ابو عمره ما را نابود کرد و چیزی از مال و جان برای ما باقی نگذاشت. اما مختار به آنها پاسخ داد او طاعت کننده من و دشمن دشمنان ماست. مختار نمی‌توانست یا نمی‌خواست جلوی کیسان را بگیرد، چون بقای خودش به همین شمشیرهای ایرانی بستگی داشت. حالا بیایین پرونده رو مهندسی معکوس کنیم و بپرسیم چرا این حجم از خشونت؟ چرا نابود کردن خانه‌ها؟ چرا مصادره کامل اموال؟ اگر هدف فقط مجازات قاتلان کربلا بود، یک دادگاه نظامی یا یک اعدام ساده کفایت می‌کرد. اما گارد ایرانی کیسان یک پروتکل دقیق را اجرا می‌کرد که کپی برداری معکوس از رفتار فاتحان عرب در مدائن و تیسفون بود. وقتی اعراب تیسفون را فتح کردند، خانه‌های نجبای ساسانی را مصادره کردند، اموالشان را گرفتند و ساختار طبقاتی آنها را منهدم کردند. حالا 50 سال بعد فرزندان همان نجبای ساسانی در لباس گارد پلیس کوفه دقیقاً همان بلا را سر فرزندان و نوادگان فاتحان قادسیه می آوردند. به هویت قبایلی که بیشترین آسیب را از گارد کیسان دیدند نگاه کنید: قبیله تمیم و قبیله اسد. این دو قبیله دقیقاً همان قبایلی بودند که در ارتش سعد بن ابی وقاص در قادسیه خط شکن بودند. زهراگین ترین تیرها را به فیلهای ارتش ساسانی زده بودند و بیشترین سهم را از غارت کاخهای مداین برده بودند.
برای سرباز ایرانی گارد کیسان، عمر ابن سعد فقط فرمانده سپاه کربلا نبود. او پسر سعد ابن ابی وقاص بود. همان مردی که امپراتوری ساسانی را سرنگون کرد و شناسنامه ایران باستان را پاره کرد. کشتن عمر ابن سعد به دست ایرانی‌ها خرد کردن نمادین خاندان فاتح قادسیه بود. این یک انتقام ملی در زرورق یک قیام مذهبی بود. یکی از کدهای جذاب این واقعه که در کتاب‌های تاریخی مثل تاریخ خلفا اثر سیوطی به آن اشاره شده، اصرار گارد کیسان به استفاده از زبان فارسی در تمام سطوح فرماندهی و عملیاتی بود. در کوفه‌ای که زبان عربی زبان قدرت، مذهب و فتح بود، بلند صحبت کردن به زبان فارسی یک شورش فرهنگی آشکار بود. وقتی سربازان کیسان برای دستگیری یا اعدام یکی از اشراف عرب به خانه‌اش می‌رفتند، با هم به زبان فارسی صحبت می‌کردند. این کار تعمدی بود. آنها می‌خواستند فرد بازداشت شده در آخرین لحظات عمرش صدای زبان همان مردمی را بشنود که سالها آنها را عجم لال یا برده خطاب می‌کردند. این یک شکنجه روانی برای اشراف عرب بود که می‌دیدند سرنوشت جان و مالشان در پایتخت خودشان به زبان مغلوبان دیروز تعیین می‌شود. حتی گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بعضی از دستورات جنگی در میدان نبرد نیز به فارسی صادر می‌شده است. این کار علاوه بر حفظ هویت یک مزیت نظامی هم داشت. جاسوسان عرب سپاه رقیب نمی توانستند از استراتژی‌ها و فرمانهای گارد کیسان سر در بیاورند. ارتش باستانی ایران بدون اینکه تاجی بر سر داشته باشد، در حال اداره کردن یکی از استراتژیک‌ترین شهرهای خاورمیانه بود. تصور کنید تاریخ چطور مثل یک چرخ و فلک می‌چرخد. 50 سال قبل زبان فارسی در تیسفون به حاشیه رفت و حالا در کوفه به زبان ارتش فاتح تبدیل می شود. اگر تا اینجای مستند همراه دیروزنامه بودید و این تحلیل‌های عمیق و لایه‌برداری از زیر پوست تاریخ برایتان جذاب بوده، لطفاً همین الان با لایک کردن این ویدیو به ما کمک کنید تا این زنجیره قطع نشود. لایک شما بزرگترین حمایت از یک کار تحقیقی مستقل است. این قدرتگیری بی سابقه ایرانیان موجی از وحشت وجودی را در میان جهان عرب ایجاد کرد. این وحشت فقط محدود به کوفه نبود، بلکه در مکه و شام هم بازتاب داشت. عرب احساس می‌کردند که زیر سایه قیام مختار، امپراتوری سقوط کرده ساسانی در حال بازسازی خودش در قالبی جدید است. مصعب ابن زبیر و عبدالملک ابن مروان با وجود اینکه دشمن خونی هم بودند، در یک مسئله هم نظر بودند. خطر موالی ایرانی باید از بین برود. پروپاگاندا و جنگ رسانه‌ای اعراب علیه مختار دقیقاً روی همین نکته فوکوس کرد. آنها در شایعات و نامه‌های خود می‌گفتند مختار با جادوگران عجم هم پیمان شده و می‌خواهد حکومت عرب را نابود کند و آیین مجوس یا پادشاهی خسروان را بازگرداند. اشراف فراری کوفه که به بصره و نزد مصعب ابن زبیر پناه برده بودند با گریه و زاری می‌گفتند مختار به سم از برده‌های ما را بر ما مسلط کرده، آنها سوار بر اسب‌های ما می‌شوند، اموال ما را می‌خورند و به زبان خودشان بر ما فرمان می‌رانند. این ترس از بازگشت فر ایزدی و هویت باستانی ایران باعث شد که تمام جناح‌های سیاسی عرب اختلافات خود را کنار بگذارند و برای نابودی مختار و گارد ایرانیش همپیمان شوند. در نهایت، ائتلاف بزرگ اشراف عرب به فرماندهی مصعب ابن زبیر از بصره به سمت کوفه حرکت کرد. نبرد نهایی در سال 67 هجری رخ داد. ارتش مختار که هسته اصلی آن را گارد ایرانی کیسان تشکیل می‌داد، در بیرون از شهر کوفه با سپاه عظیم و تازه نفس مصعب روبرو شد. ایرانیان در این نبرد با شجاعتی بی‌نظیر جنگیدند، چون می‌دانستند که در صورت شکست هیچ رحم یا امانی در کار نخواهد بود.
برای آنها این نبرد ابقای هویتشان بود. اما خیانت بخش عربی سپاه مختار و تفرقه در داخل شهر کار را خراب کرد. مختار و یارانش مجبور به عقب نشینی به داخل دارالعماره کوفه شدند. کیسان در جریان این درگیری‌ها یا در میدان نبرد کشته شد یا به روایتی در محاصره نهایی دارالعماره به شهادت رسید. پس از کشته شدن مختار، حدود 7000 نفر در دارالعماره محاصره شده بودند که اکثریت قاطع آنها موالی ایرانی بودند. مصعب ابن زبیر به آنها وعده امان داد و گفت اگر تسلیم شوند جانشان در امان است. اما به محض اینکه این 7000 ایرانی تشنه و خسته شمشیرها را زمین گذاشتند و بیرون آمدند، مصعب دستور یکی از بزرگترین قتل عام‌های تاریخ کوفه را صادر کرد. هر 7000 نفر ایرانی را در یک روز گردن زدند. خشونت به قدری بالا بود که حتی خود اعراب بصره هم به مصعب اعتراض کردند. اما مصعب پاسخ داد: اینها عرب نبودند، اینها عجم بودند. این پایان خونین کاروان انتقام جویان تیسفون بود. اما جرقه‌ای که آنها در تاریخ زدند هرگز خاموش نشد. پرونده خونین قیام مختار و انتقام پنهان گارد ایرانی کیسان در اینجا بسته می شود. تاریخ در سطور رسمی خود همیشه تمایل دارد حوادث را تک‌بعدی و ساده سازی کند. اما وقتی ماسک های سیاسی را کنار میزنیم، میبینیم که خطوط بیولوژیکی و هویتی تمدن ها چطور در زیر پوست حوادث جریان دارند. موالی ایرانی کوفه ارتش باستانی بدون پادشاهی بودند که 50 سال درد تحقیر، اسارت و غارت پایتختشان تیسفون را تحمل کردند. آنها در فرصتی که خلأ قدرت به آنها داد، شمشیرهای باستانی خود را صیقل دادند و نشان دادند که فرهنگ و اصالت ایران باستان با یک شکست نظامی نابود نمی شود. اگرچه قیام مختار شکست خورد و گارد جاویدان کیسان در یک روز قتل عام شد، اما این خونریزی درس بزرگی به خلفای اموی داد. ایرانی‌ها یاد گرفتند که چطور از شکاف‌های درون سیستم خلافت استفاده کنند. جرقه‌ای که کیسان در کوفه زد 60 سال بعد به انبار باروت ابو مسلم خراسانی رسید. ابو مسلم با همان فرمول اما با سازمان منسجمتر از خراسان برخاست، بنی امیه را به کل سرنگون کرد و پایتخت خلافت را دوباره به نزدیکی همان تیسفون باستان یعنی بغداد برگرداند تا نشان دهد انتقام تاریخ شاید طول بکشد اما حتمی است. تحلیل امروز ما درباره پشت پرده گارد ایرانی مختار به پایان رسید. حالا شما به ما بگویید، به نظر شما آیا رفتار خشن کیسان و گارد ایرانیش با اشراف کوفه یک پاسخ عادلانه به جنایات 50 سال پیش در تیسفون بود یا اینکه این خشونت‌ها تکرار یک چرخه باطل از کینه و خونریزی در تاریخ بود؟ آیا کیسان را باید یک قهرمان ملی دانست که در غربت برای شرف ایرانی جنگید یا یک مهره در بازی شطرنج سیاسی مختار؟ تحلیل ها، نظرات و خط فکری خودتان را حتما برای ما در بخش کامنت ها بنویسید. من همه کامنت ها را با دقت میخوانم تا گفتگو را در آنجا ادامه بدهیم. اگر این مستند زاویه جدید و ناشنیده ای از تاریخ را برایتان روشن کرد، لطفاً همین حالا با لایک کردن ویدیو، سابسکرایب کردن کانال دیروزنامه و فرستادن لینک این ویدیو برای دوستان تاریخ دوست خود از ما حمایت کنید. تا درود دیگر بدرود. خدا نگهدار.